هموطنان عزیز، پیش از همه میخواستم با مردم صاحب معرفت شهر باستانی پنجکند برای استقبال گرم و صمیمی اظهار سپاس نمایم. ما در جریان سفر کاری امروز خوب مشاهده کردیم که ساکنان وطن دوست پنجکند باستانی از جمله صاحبکاران با حس بلند ملی و در شرایط آرام و آسوده مملکت به خاطر آباد و زیبا گردانیدن دیار خود خیلی زحمت کشیدند و سعی و تلاش زیاد کردند. شهر پنجکند از جمله قدیمترین شهرهای تاجیکان بوده، هم از لحاظ مساحت و هم با شماره اهالی یکی از کلانترین شهرهای کشور به حساب می رود. در طول هزار ساله ها پنجکند در مسیر راهی بزرگ ابریشم مقام نمایان داشت در رواج مناسبت های سیاسی و اقتصادی، تجارتی و اجتماعی و فرهنگی مردمان سرزمین های همجوار سهم بسیار ارزشمند گذاشته است. شهر باستانی سراسر که با تاریخ زیاده از 5,500 ساله مرکز تمدن شهرسازی، هنرمندی و کشاورزی تاجیکان به شمار می رود، در حدود این دیار جایگیر شده است. پنجکند همچنین زادگاه سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس سلطان شعر عجم استاد ابو عبدالله رودکی و صدها شاعران و دانشمندان نامدار به مانند لایق شیرعلی می باشد. می خواهم با قناعتمندی اظهار نمایم که در نتیجه زحمت و تلاش های وطن دوستانه ساکنان و غمخواری و دستگیری های دائمی حکومت مملکت در زمان صاحب استقلالی سیمای شهر پنجکند حالا کلاً دیگرگون شده است. در جریان سفر کاری امروزه ما در شهر دهها انشاءات نوبنیاد اجتماعی و استحصالی افتتاح گردیدند، از جمله بنای بیمارخانه منطقوی دهه غوثر دهات لایق شیرعلی برای 120 کت به استفاده داده شد. همچنین مؤسسه تحصیلات میانه عمومی واقع در دهه باغچه دهات شینگ برای 1000 خواننده و مؤسسه تحصیلات تا مکتبی در دهه نوآباد دهات لایق شیرعلی برای 300 کودک به فعالیت آغاز نمود. من مینتداری خود را به همه صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه بیشترش که با جمع خودی شهروندان همین ده ها بنیاد شده است یک جهان تشکر و صمیمیت خود را بیان می‌کنم. من صبح امروز ساعت 5:30 پرواز کردم. نایه عینی نبودیم ما. بالا یک دهه گذاشتیم باغستان. یک دهه دوردست کوهستان اینقدر زیبا، بناها، انشاءاتها حاضر زمان و خودی شهر پنجکند باستانی نیست تغییر یافته ایستاده است. ادامه دادن در کارهای آبادانی را صورت بخشیدن همان در کار یکی از دلیل های ردناپذیری قدیمه بودنی باستانی بودن ملت تاجیک تمام یادگاری های تاریخی قدیمین شهر پنجکند است. سر از را من 5,500 نگذاشتم. این قرار یکی از سازمان های با نفوذ بین المللی یونسکو است. آلمان قریب تمام دنیا در
گفتگوهای ارکئولوژی اشتراک کردند و آنها چند سال دیگر در خود قرارگاه یونسکو بحث و مناظره آموزش کردند و به خلاصه آمدند که تاریخ این شهر قدیمه همین قدر سال است. یعنی قرار قبول کردن که همین قدر تاریخ دارد. یعنی این قدیمه بودن ملت تاجیک را دارد. ما باید افتخار کنیم. ما باید افتخار داشته باشیم. ما باید نبیره و ابیرگان بزرگای گذشتگی این سرزمین، عموما ملت تاجیک، این سرزمین را با این دیار را باز هم آباد کنیم، بنیاد کنیم، انشاءات های بنیاد کنیم که به صنعت معماری هم ملی و هم حاضر زمان باشد. این از ما و شما وابستگی دارد. یگان کس از بیرون آمده برای ما و شما شهر بنیاد نمی کند. خودمون زحمت میکشیم، خودمون میسازیم، خودمون آباد میکنیم، خودمون به نسل‌های آینده میراث میگذاریم. این وظیفه جانی ما شما نسل‌های امروزه. در دایره این سفر کارخانه‌های استحصالی مسائل ساختمان و پایه‌افزار با فعالیت آغاز کردند. اینچنین یکچند بناهای معموری، مهمانخانه، خطهای آب نوشاکی و پالیزی و گرمخانه زمانوی موردی بهره برداری قرار داده شد. 1 هکتار گرمخانه بنیاد کرده، 5 هکتار دیگر را در نوبت من فکر میکنم که تا جشن 35 سالگی صاحبکار بنیاد میکند. این چی است؟ این غمخواری در حق مردمی که جای کار ندارد. این استحصال محصولات غذایی، سبزوات، برای که هم برای تأمین اهالی، هم برای صادرات، هم جای کاری، هم سرچشمه درآمد بودجه شهر. 23 نفر کار میکند، اکثریت بانوا. من صحبت کردم کلان سالا من پرسان شدم، بنیاد خرسند بودم، گفتن که جناب یالی ما را بد نقض کام میکند، ما معاش نقض میگیریم. 23 عائله صاحب نان، صاحب زندگی در نزد دیه و محل زیستی خودش، تکنولوژی پیشرفته، به نیاز سطحی بلند، صاحبکاران وطنی حسن حتی فرزندای خودشان در همونجا کار کرده ایستادن برابر مردم. همین است وطنداری. همین ذره آهسته آهسته میشد تاجیکستان آباد. باید گفت که در انشاءات و کارخانه‌های ذکر گردیده برای ساکنان شهر صدها جای کاری نو فراهم آورده شده است. با استفاده از فرصت مناسب به کل مردم شهروند شهر باستانی پنجکند، صاحبکاران با ننگ و ناموس و شخصان سخاوت پیشه برای زحمت وطن دوستانه در بنیاد انشاءات استحصالی و اجتماعی و کارهای آبادانی و سازندگی سپاس و منتداری صمیمی خود را بیان می نمایم. به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی تا 1 ایول سال جاری در حدود شهر 760 انشاءات و بناهای تعیناتی استحصالی و اجتماعی بنیاد و از نوسازی گردیدند که این نشان دهنده پیش از همه بیش از 77% اجرای نقشه را تشکیل می‌دهد. این نشان دهنده در مقیاس ولایت سوق به حالت امروزه بیش از 90% را تشکیل می‌دهد و پیش بینی می‌گردد که نقشه کارهای سازندگی و آبادانی تا آخر سال یعنی پیش از مهلت اجرا می‌شود. در شهر پنجکند به استقبال جشن استقلال تا امروز 47 کارخانه و کارگاه صنعتی، 36 انشاءات تندرستی، 59 انشاءات معارف، 9 انشاءات فرهنگ، 32 میدانچه ورزش، 8 بنای معموری، 21 انشاءات سیاحی،
و مهمانخانه 117 انشاءات سودا و خدمترسانی 92 کیلومتر راه 37 پل 14 بینای استقامتی بلند آشانه و 321 انشاءات دیگر ساخته و استفاده داده شده است. طی سالهای صاحب استقلالی از جانب حکومت مملکت برای تأمین نمودن رشد ساحه‌های مختلف شهر پنجکن، برطرف سازی مشکلات اجتماعی اهالی و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم بیش از 9.3 میلیارد سامانی روانه گردیده است. تنها از حساب بودجه دولتی برای ترقیات شهر 2.6 میلیارد سامانی جدا کرده شده است. شماره اهالی شهر پنجکن سال 1991 162,000 نفر بود و حالا به 335,000 نفر رسیده است، یعنی 2 برابر افزوده است. در این دوره در حدود شهر 26 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ بیش از 1.4 میلیارد سامانی عملی گردیده، حالا تطبیق باز 6 لایحه با مبلغ عمومی زیاده از 100 میلیون سامانی ادامه دارد. لایحه‌های ذکر شده برای ساختمان و مجهزگردانی مکتب‌ها، رشد ساحه‌های انرژتیک و کشاورزی، تامین نمودن استواری ضد آفت‌های طبیعی و تحکیم اینفراستراکچور راه و نقلات روانه گردیدند. باید گفت که در دوران صاحب استقلالی مبلغ‌گذاری به سرمایه اساسی در شهر پنجکن از حساب همه سرچشمه‌ها 3.7 میلیارد سامانی را تشکیل داده، تنها در سال 2024 به 223 میلیون سامانی رسیده است که این نشان دهنده نسبت به سال 2000 75 برابر زیاد می باشد. در این دوره در حدود شهر بیش از 80 کارخانه و کارگاه صنعتی، 70 انشاءات تندرستی، 81 انشاءات معارف، این در دوام زمان استقلالیت، 53 انشاءات ورزش، 14 انشاءات فرهنگ و فراغت، 197 انشاءات سودا و خدمترسانی، 212 کیلومتر راه، 70 پل، 104 بینای استقامتی با مساحت بیش از 570,000 متر مربع بنیاد گردیده به استفاده داده شده است. با وجود این با بانک ملی، امانت بانک، صنعت صادرات بانک، بانک‌های تجارتی و دیگر تشکیلات‌های قرضی ضرور است که جهت باز هم بهتر نمودن خدمت‌رسانی‌های بانکی و هرچی بیشتر پیشنهاد نمودن قرض برای ساحه‌های استحصالی و صاحبکاری چاره‌های علاوه‌ای اندیشه. همین مبلغ قرض خرد دادن هم یعنی فعالناکی مردم با اقتصادیات می شود. این هم یک طرز با جای کار تامین کردن. اونایی که تجارت میکنن، صاحب کاری میکنن، از همین حساب زندگی خودشان پیش میبرند. حاضرین گرامی، سالهای آخر ساحه صنعت در شهر پنجکن منتظم رشد یافته، در این سمت نشان دهنده‌های نظررس به دست آمده‌اند. میخواهم مخصوص خاطر رسان نمایم که در زمان صاحب استقلالی شهر پنجکن یکی از اولین ها شده از شهر اگراری به صنعتی و اگراری تبدیل یافت. حجم استحصال محصولات صنعتی از 7.4 میلیون سامانی سال 2000 به 6 میلیارد و 300 میلیون سامانی در سال 2024 رسیده است که صدها برابر زیاد می باشد. در 5 ماه سال جاری حجم استحصال محصولات ساحه به 2.7 میلیارد سامانی برابر شده، نسبت به همین دوره سال گذشته 15.5% زیاد گردیده است. ولی در نظر باید داشت که افزایش استحصال محصولات صنعتی اساساً از حساب کارخانه مشترک زرافشان با وجود آمده است. در ساختار مجموعه محصولات صنعتی شهر حصه کارخانه مذکور 95% را تشکیل می‌دهد. اولین بار در جمهوری تاجیکستان با استفاده از تکنولوژی معاصر نوترین دنیا
ما استحصال میس را نگذاشتم 5 سال زیاد میسه که جدا می شود برآوردن نمودم که کارخانه خودی تا محصولات تیار باید بنیاد کرد. حالا تا 5-7 هزار تن در یک سال استحصال میس و ما سپارش دادیم که تا 20 هزار تن در سالهای نزدیک استحصال میس را اولین مراتبه در دولت صاحب اقتدار تاجیکستان استحصال میس براه مانده شد. در حدود شهر پنجکن کانهای طلا، نقره، سیماب، سرمه، قلعگی، ولفرام، فلورید، فسفریت، انگشت سنگ و سنگ مرمر در مجموع 328 کان معدن موجودند که برای رشد شهر اهمیت کلان اقتصادی دارد. حالا در شهر 52 کارخانه صنعتی فعالیت دارد که نسبت به سال گذشته 7 کارخانه زیاد می باشد. کلانترین کارخانه های شهر پنجکن که محض در دوران صاحب استقلالی کشور تأسیس یافتند به مانند کارخانه مشترک زرافشان، کارخانه مرمر سرز، پرندیس، براتک تاجیکستان، دریا 2015، محصول دیان انگشت تاجیکستان، سیاوش و شیراز از جمله آنها می باشد. کارخانه های ذکر شده به استحصال متال های قیمت بها و رنگه، مسئله ساختمان، انگشت، خوراکواری، لباس مکتبی و دیگر نمودهای محصولات صنعتی مشهور است. تنها در ساختار کارخانه مشترک زرافشان 6 کارخانه و کارگاه های استحصالی با 2900 نفر کارمند فعالیت دارند. سال 2023 در کارخانه مذکور با استفاده از تکنولوژی پیشرفته ترین اولین بار در کشور استحصال میس متالی برآمده شد که محصولات نهایی اعلی صفت آن به خارج کشور صادرات شده ایستاده است. در 5 سال اخیر به ساکنان شهر پنجکن 385 اجازتنامه برای طلاشویی داده شده است که فعالیت آنها هم به زیادشوی حجم استحصال محصولات صنعتی هم به زیاد گردیدن درآمدناکی اهالی مشاهده کرده ایستاده است، لیکن این کار غیر قناعت بخش. میلیون ها سال همین برده ایستاده است. آب در ناحیه عینی زیاده از 2000 آنها پتنگ گرفتن باید. در ناحیه مچای کوهی هم زیاده از 2000. در یک شهر کلان که زیاده از 300,000 اهالی داریم اینقدر جاهای قله برای شستن طلا است گرفتن. اینا استفاده برین. اجازت دادیم مردم قطعی کار کنید، گیرین، میخوای بسپار، فروش، دولت با میخرد، نرخی جهانی قطعی نمیخوای تای سر تمام. این همی جای کاری است، مجبوری نیست. نه پرکرور میپرسد، نه ملیسا میپرسد، نه یکا کسی دیگر. بگیر زندگی تبین. بالای این من سال دوم است فرمان برآورده سپارش دادم، حاضر تا 1 تن طلا سکه ها برآورده به مردم فروخته ایستادن. مردم خرد، مبلغ دارد خرد، طلای همین خودی تاجستان از یگان جا نمیاره. ما 10 تانه استحصال کرده ایستادیم، 4-5 برابر از زمان شوروی زیادتر. برای چی مردم نداشته باشه؟ در بالای زر هستیم نه که همینه ثمرناک با منفعت خودمون استفاده بردن حالا هم یاد نگرفتیم. اینا کردن ما در کار است. برای خودتون پدر من آموزشگاه کسبی تکنیکی میخوانم، یک دایره وحش بود، حاضرم یک آبانوار نارک قشلاقای کلان بود در اونجا زمین داشت. خانه خواهرش برد و بعد گفت که سرم انا همین دایره را دیدیم، انا همین جده ما طلاشویی میکردیم در زمانهای قدیم. می آوردن بریگاد میکردن از دیه، آوردن پلاتکا میزنن خیمه در همینجا شب روز کار میکردیم. از خون با واسه پستک دیگر طلا میشورشیم، همینجا آب میکردیم. میگفت بریگادیر داشتیم چند قدری که میشین بعد گرفته از قطعی دوشنبه می آوردن
از دوشنبه کجا را میسپردن میفروختن از اینجا قند و کرباس و دیگر چی برده بعد ما را تقسیم میکردن یعنی از دریای وحش دریای زرافشان چون که بینیتان اکثریت کانهای طلای ما سنگهای قیمتبها در کوههای زرافشان در یک ناحیه عینی ناحیه عینی امروز 40% محصولات صنعتی ولایت را میست وقتی شورویده ولایت سوق ولایت لنوبای سابق 45% محصولات صنعتی مملکت را میداد حالا یک ناحیه عینی 40% یکی از ناحیه های بزرگترین صنعتی مملکت ناحیه کوهستان ناحیه عینی و اولین ناحیه‌ای که از سوویت بیرون شد برعکس بودجه دولت مبلغ خاطرشان میسازم که امکانیت های استفاده نشده شهر در سمت رشد ساحه صنعت مخصوصا صنعت کارکرد نهایت زیادند که جهت استفاده پوره آنها تشبثکاری و قابلیت تشکیلاتچی رهبران و مسئولان ولایت سوق شهر پنجکین و وزارت اداره صحوی ضرور میباشد طلا داریم سنگ‌های قیمتبها داریم نقره داریم همه متال‌های نادره داریم لیکن این همین قدر سال من مردم مراجعت میکنم صاحبکارا گیرین بیارین تکنولوژی آموزانین در شهر نایا مردم در خانه خواب هستند البته کسب نازک است همین جواهرات برآوردن همه از خارج میاد هر سال 2 تن 3 تن پول برآمده میروند بسیارش با فریب میکنن در تاجیکستان کردم مجبور کردم که کارخانه کارکرد محصولات جواهراتی در شهر دوشنبه بنیاد کردن علاقه 2 تا با 2 تا دیگر باید تا 35 سالگی به استفاده میده لیکن در شهر هم کردن ممکن صاحبکارا تکنولوژی بیارن طلا را میگیری سنگا را میخری پولش میگی کارگرا را میآموزونی میبره رو میفروشی از جمله تأسیس کارخانه کارکردی اشیاء خام استحصال خوراکواری و کارگاه‌های دوزندگی میتواند بر رشد اقتصادی شهر مساعدت نماید بنابراین با مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوق و شهر پنجکین ضرور است که یک جا با وزارت صنعت و تکنولوژی نو و دیگر وزارت و اداره داخلدار دایر بر رشد ساحه صنعت توسط جلب سرمایه مستقیم وطنی و خارجی تدبیرهای عملی اندیشه در این روند با مسائل تشکیل نمودن مجموعه‌های استحصالی بنیاد کارخانه‌های نوی صنعتی وارد نمودن تکنولوژی اینواتسیونی استحصال محصولات رقابتناک دارای ارزش بلند اضافه شده و زیاد نمودن صادرات آن باید اعتبار اولین درجه داده شود طی سالهای صاحب‌استقلالی در شهر پنجکین با دستگیری حکومت مملکت در دایره لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی خط انتقال برق 220 کیلووات عینی رودکی با درازی 95 کیلومتر و زیرساخت‌های رودکی با اقتدار 220 کیلووات در مرکز شهر با مبلغ مهم 280 میلیون سومانی ساخته به استفاده داده شد. در این دوره در حدود شهر 2 نیروگاه برقی آبی خرد با توانایی 1000 کیلووات در دیهه‌های ارتوش و پنجرود 444 کیلومتر خطهای انتقال برق 425 نقطه ترانسفورماتوری و یک زیرساخت برقی 35 کیلووات بنیاد گردیده است. همچنین با مقصد جاری نمودن نظام بیلینگی پس کردن تلفات و باز هم بهتر نمودن انتقال نیروی برق لایحه برنامه رشد ساحه انرژتیک عملی گردیده ایستاده است. در دایره آن در مدت 1 سال بیش از 18,000 حسابکنک‌های الکترونی ناقل‌های برق به درازی 127 کیلومتر و 25 ترانسفورماتور نصب کرده شده 5 زیرساخت با اقتدار 250-400 کیلووات بنیاد می‌گردد. دوستان عزیز ما در مملکت غیر راغون ما 10 میلیارد سومانی خراجات کردیم با تجدید سیستم انرژتیکی مملکت از شهر نایاد دهاتی مملکت خطهای برق پسانس‌های برقی ترانسفورماتور قریب 80% سیستم برقی مملکت را ما تجدید کردیم از نو
خطای بلند شدت قریب پوره حتی نیروگاه های قدیم را از آن جمله قدیمترین قیراقون فرزاب بعدا نورک سربند همه همینا تجهیز شده ایستادند مبلغ های خیلی کلان نیروگاه برقی آبی سربند گلاموی میگفتن وقتش لیوکانده پورا تجدید کرده شد با مبلغ قریب 140 میلیون به استفاده داده شد اقتدارش قریب ویم 40 مگاوات زیاد شد ما این شب و روزها نیروگاه برقی آبی بزرگ نارک شروع کردگیم 750 میلیون دلار میرد غیر راغون تمام تجهیزات های نارک از نو کرده شدن تکنولوژی حاضر زمان بنابراین وزارت انرژی و ذخیره آب کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی و اگنتی‌های اجرایی و تطبیق کننده لایحه را ضرور است که جهت سرعت بخشی کار در این سمت چاره‌های مشخص اندیشند خاطر نشان می‌نمایم که به شرافت بنیاد انشاءات انرژتیکی و نقلیاتی خصوصا تجدید و ازدنسازی شاهراه عینی پنجکل با مسافه 113 کیلومتر با مبلغ بیش از 770 میلیون سومانی دو مشکلی اساسی ساکنان شهر پنجکل نارسایی نیروی برق و مشکلات رفت و آمد با پایتخت مملکت و دیگر شهر نایای کشور برطرف گردید استحساب کنید کارتوشکا پروری درآمدی بی‌نهایت زیاد دارد کارتوشکا و پیاز را در 366 روز سال هر روز کمش 2 مرتبه هر یک عائله استعمال میکند طلبات هم در ما هم در دیگر کشورها است در سرگاه آب و زمین است آبیاری کنید درآمد گیرید زندگیتان از بشه نایه کوهستان مچو قشلاق آخرین رفتیم حولینا در آمدن زمین زمان همه کارتوشک است در نزد حولگیشان کارتوشک انا همین سال آبیاری کردن یک موضع اونجا زمین هم نداره همه کوه پرچه هم زمین نو آبیاری کردن مردم گرفته کارتوشک کشید آدم ها میکوان کارتوشک مچوی کوی گفته دیگر کشورها هم در شما کارتوشک بالازد میشود سوی کاراقتی بچه ها گیرین زمین های للمی شانتین 100 گکتر 200 گکتر 500 گکتر 1000 گکتر تل تیپا را هموار کنید برارید اوبا کشمش کنید انگوری صادراتی کنید پنجکل مکان کشمش است انگور بهترین بشود چی میوه باشه بس صادرات کنید برارید فروشید درآمد گیرید زندگی را خوب کنید ولایت مختار کوهستان بدخشان علاقه به خارج محصولات کشاورزی صادرات کرده ایستاده است همین سفر در ولایت مختار کوهستان بدخشان 32 مؤسسه تا مکتبی به استفاده دادیم مؤسسه‌های تعلیمی کارخانه استحصالی کارخانه خرد محصولاتشان را برآورده ایستادند روغن انگت صادرات کرده است روغن چهارمغز همین خیلی شیشته انتظار نشوید که یک جای یک کس یک سایکار یا تکنولوژی میاره نه باید دایم در جستجو باشیم چرا کرده نمیتونیم مردم درآمد میگیرند حاضرین ارجمند قابل ذکر است که در ظرف بیش از 13 ساله گذشته در شهر استحصال غله‌دانگی ها 5 برابر کارتوشکا 32 برابر سبزوات 20 میوه 2 و گوشت 3 برابر زیاد گردیده است استحصال محصولات کشاورزی در 5 ماه سال 2025 120 میلیون سومانی را تشکیل داده نسبت به همین دوره سال گذشته 10.5% افزایش یافت اقلیم شهر پنجکل برای رشد ساحه باغپروری بسیار مساعد میباشد میوه را هم خشک کرده فروخته صادرات کرده ممکن هم تر و تازه بازار داریم برای چی بیشتر خودتون نمیبریم فروشید درآمد گیریم بیشتر هر یک صاحب کاری که قدم تکنولوژی و کجا در یک کارخانه نکند اول پیش از این بازارش میآورد طلبات میبیند کجا میفروشد بعد قدم میماند بعد بنیاد میکند سرمایه گذاری میکند بازار نداشته باشد یکان کار نمیکند برای ما شما بازار است
حالا در شهر میدان باغ‌ها در همه شکل‌های خوجاگی داریم. قریب 6000 گکتار را تشکیل کرده. سال 24 بیش از 10,000 تن میوه جمع‌آوری کرده است. ولی این نشان دهنده حالا هم کافی نیست. ذوق داشتن در کار. همه کار دارند. من وطن ما دوست می‌دارم، من صادق هستم، زبان قطعی نیست. قلب قطعی دوست داشتن در کار. با کار و رفتار اثبات کردن در کار. همه چی میگذرد دنیا. تیز مثل دایره زرافشان همین قدر عمرت میگذرد که با یک نگاه میکنی که تمام داره. اما اجرای دورنمای کشتی کارتوشکا همگی 55% را تشکیل داده است که خیلی نگران. بنابراین ضرور است که سبب و عامل‌های اجرا نشدن دورنمای کشتی کارتوشکا در خواجگی کشاورزی شهر پنجکن آموخته به حکومت مملکت گزارش داخل پیشنهاد کرده شود. من پیشنهاد میکنم که از حساب کشتی تکراری میتوانند بعضا این قفامایی را بکردن و مدنیت استفاده بر زمینه در شهر پنجکن درست برآمده. در زمان گذشته در شهر پنجکن اساساً با تماکو پروری مشغول بودند که روند استحصال آن به سلامتی مردم خیلی ضرر داشت. در آن دوره در میدان قریب 30,000 گکتار تماکو کش کرده نزدیکی 8,000 تن حاصل می‌گرفت. حالا با جای تماکو در این زمین‌ها اساساً کارتوشکا کی کرده میشه. سال 2024 میدان کشت کارتوشکا 56,000 گکتار تشکیل داده، حاصل آن به 78,000 تن برابر گردیده است. ولی حاصل نقشش بسیار پست. یاردم کردن در کار زمین‌ها را اسکوت کنین، نساز دیگر آب را رنسای کار قطعی دیگر را میشه. شالیکاری هم کردن در کار، کارتوشکا پروری هم کردن. پیاز بر وقتی هم شمرده ناز میشه. همه نمودی محصولات شمرده بینیت خوب میشه. چون که هم آب است، آبی خنک، آبی بینیت مصفا، هم آفتاب، هم زمین حاصلخیز، هم مردمی زحمت کش. پنجکن منطقه حاصلخیز بوده، در آن برای کشت و پرورش شاری، کارتوشکا، باغداری و نوهای بهترینی با صادرات نگرانیده شده انگور، اینچنین زنبوری اصل پروری، شرایط و امکانات‌های مساعد موجود میباشد. ضرور است که با استفاده عاقلانه آب و زمین، اینچنین برای تأسیس کارخانه‌های کارکرد میوه و سبزیجات جهتی با محصولات تامین کردن نه فقط بازار داخلی بلکه صادرات تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده شد. بار دیگر تاکید می‌نمایم که رهبریت ولایت و شهر در همکاری با وزارت‌های کشاورزی، صنعت و تکنولوژی‌های نو، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی و اگنتی صادرات جهت جلب سرمایه داخلی و خارجی برای زیاد نمودن شماره کارخانه و سرخانه‌ها چاره‌جویی نمودند. تشکیل نمودن مجموعه‌های صنعتی و اگراری، بنیاد کارخانه‌های کارکرد مجهز با تکنولوژی‌های معاصر و افزایش دادن حجم صادرات محصولات از جمله مسائل مهم در این سهم میباشد. حاضرین گرامی، در دوران صاحب استقلالی در شهر پنجکن 81 انشاءات ساحه معارف از جمله مؤسسه‌های تأسیسات عمومی و تا مکتبی به استفاده داده شده است. حالا کارهای ساختمانی باز 9 بینای مؤسسه تعلیمی برای 3000 خواننده، 10 مؤسسه تا مکتبی و 7 بینای علاوه‌ای برای 2350 خواننده ادامه دارد. طی 10 سال اخیر 26,000 نفر جوانان شهر پنجکن از جمله 576 نفر طبق کوتای پرزیدنتی مؤسسه‌های تأسیسات عالی کسبی را ختم کرده صاحب معلومات عالی گردیدند. حالا باز 4475 نفر جوانان از جمله 79 نفر با کوتای پرزیدنتی در دانشگاه و دانشکده‌های کشور تحصیل دارند. در مدت 6 سال برگزاری آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. از شهر پنجکن 10 نفر صاحب جایهای افتخاری و 1 نفر صاحب شاه جایزه گردیده است که باعث تحسین می باشد، ولی در مقایسه با شماره اهالی کم است. با وجود نتیجه نظررس در ساحه معارفی شهر هنوز یک قطار مسائل حل طلب وجود دارند که رهبران و مسئولان شهر و ساختار و مقامات دخلدار جهت برطرف نمودن آنها باید تدبیرهای سری وقتی اندیشید. از جمله در شهری که 335,000 اهالی دارد
20 مؤسسه تا مکتبی و 69 مرکز انکشاف کودک فعالیت داشته. فراگیری کودکان و تحصیلات تا مکتبی همگی 16% را تشکیل می‌دهند که این قانع کننده نیست. اینچنین 4 مؤسسه تعلیمی در حالت صدمه قرار داشته، 10 مؤسسه تعمیر طلب میباشد. این مشکلات را تا 35 سالگی از بین برید. در دوران صاحب استقلالی ساحه تندرستی شهر پنجکل منتظم رشد کرده، زمینه مادی و تکنیکی و اقتدار کادری مؤسسه‌های طبی به مراتب بهتر گردیده است. در این دوره با دستگیری حکومت مملکت به مبلغ بیش از 116 میلیارد سامانی انشاءات ساحه تندرستی شهر بنیاد و تعمیر کرده شده است. همچنین 28 نفر جوانان شهر طبق کوتای پرزیدنتی مؤسسه‌های تحصیلات عالی طبی کشور را ختم کردند. حالا باز 537 نفر فرزندان شهر باستانی پنجکل در مؤسسه‌های تحصیلات عالی طبی و تعلیم فرا گرفته شدند. با وجود این در شهر امروز 443 نفر طبیب فعالیت داشته، 57 واحد کاری طبیب خالی باقی مانده است که خیلی تشویش آور می‌باشد. با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی سپارش داده می شود که در همکاری با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر جهت پورا کردن واحدهای خالی طبیبان و متخصصان میانه تکمیل انفراستراکچور طبی، بلند داشتن سطح خدمت‌رسانی به اهالی و توسعه خدمت‌رسانی اجتماعی تدبیرهای فوری اندیش. در حدود شهر پنجکل 150 نوع رسانی‌های داروواری، 50 نوع رسانه اصل دی، 100 نوع رسانه غذایی و 120 رسانه دارای روغن افیر به قید گرفته شده است. بنابراین به مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر سپارش داده می شود که یک جا با وزارت‌های تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، صنعت و تکنولوژی‌های نو، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی اینچنین با جلب صاحبکاران برای بنیاد کارخانه‌های داروسازی و استفاده وسیع رسانی‌های شفا بخش چاره‌جویی نمایند. حاضرین محترم، شهر باستانی پنجکل یکی از موضع‌های مهم برای رشد سیاحی در تاجیکستان به شمار می‌رود. موقع جغرافی آن که در مسیر سیاحی سمرقند دوشنبه جایگیر میباشد، آن را به یک مکان جالب برای سیاحان داخلی و خارجی تبدیل می‌دهد. اینچنین امکان رشد تجارت و همکاری‌های سرحدی را فراهم می‌سازد. شهر پنجکل با یادگاری‌های نادر تاریخی و فرهنگی از جمله شهر قدیمه سرز، آرامگاه سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس ابو عبدالله رودکی، آثارخانه تاریخی و ده‌ها موضع پراهمیت دیگر برای جلب سیاحان امکانیت بزرگ فراهم می‌آورد. اینچنین طبیعت زیبای پنجکل از جمله موضع 7 کوه و کوه‌های فان به رشد سیاحی کوهی و اکولوژی مساعدت می‌کنند. قابل ذکر است که شماره سیاحانی که از شهر پنجکل دیدن می‌کنند سال به سال زیاد گردیده ایستاده است. اگر در سال 2021 به شهر 9100 نفر سیاح آماده باشد، پس این نشان دهنده در سال 2024 به بیش از 27000 نفر و در 5 ماه اولی سال 2025 به 36000 نفر رسیده است. ولی این نشان دهنده ها با در نظر داشت امکانیت‌های رشد سیاحت هم کافی نیستند. رشد انفراستراکچور سیاحی، ساختمان مهمانخانه‌ها، آماده کردن راه‌بلدان و باز هم بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی سیاحی در پنجکل می‌تواند به رشد اقتصادی محل، افزایش جاهای کاری و شناخت بهتر فرهنگ و تاریخ تاجیکان در سطح بین‌المللی سهمی نظر است. از این لحاظ ضرور است که با تقویت امکانیت‌های موجوده شهر، بنیاد انفراستراکچور سیاحی، آماده کردن راه‌بلدان کسبی، رشد هنرمندی و بلند برداشتن خدمت‌رسانی‌های سیاحی اعتبار اولین درجه داده شود. اینچنین برای جلب هرچی بیشتر سیاحان داخلی و خارجی و رشد صاحبکاری خرد و میانه، راهبران و مسئولین باید جهت ساختمان و تعمیر راه‌ها، بهتر نمودن
صفت علاقه اینترنت و جاری کردن خدمات رسانی‌های رقمی تدبیرهای عملی اندیش. همین خیلی ده ها رو آهسته آهسته بنابرای نقشه گیرید در 4-5 سال پوره راه، برق، آب، بنگاه طبی، تولدخانه، مؤسسه تا مکتبی، مؤسسه تعلیمی. هر یک دهات در یک شهر نه. در تمام مرکزهای ناحیه‌ها، شهرها بنیاد یک آشانه را قطع کنیدتان از 7 آشانه بالا تا 12 و صنعت بلند معماری. فراموش نباید کرد که شهر پنجکن با ذخیره‌های بای تاریخی و طبیعی، اقلیم و موضعی مساعد و خصوصا مردم زحمتکران خود میتواند به یکی از مرکزهای مهم رشد اقتصادی تاجیکستان مبادله گردد. با در نظر داشت تغییریابی اقلیم، هر یک خواجگی کشاورزی و هر یک عائله باید در فکر زیاد کردن استحصال محصولات، جمع‌آوری سریع حاصل و ذخیره مواد غذایی باشد. اینچنین با آبادانی دهات و محل‌های زیست از هر یک خانه و کاشانه سرکرده باید اعتبار دائمی داده شود. باور دارم که ساکنان سربلند شهر پنجکن نیمبد نیست با سرجمعی و متحدی برای پیشرفت آبادی کشوری صاحب استقلالمان سهم خویش را دریغ نمی‌دارند و به دستاوردهای باز هم بیشتری اجتماعی و اقتصادی نائل می‌گردند. برای عملی گردیدن هدف و آرمان‌های نیک و کل مردم وطن دوست و زحمتکرین شهر باستانی پنجکن برای موفقیت و خانه آباد و روزگار پرفیض آرزو می‌نمایم. همیشه سلامت و سربلند باشید همکاران عزیز. اوضاع جامعه جهانی بسیار مرکب. هوشیار بودن کار. احتیاط کنیم. وحدت ملی، صلح و ثبات کامل. ما در چاره‌بینی‌ها قانون درباره تنظیم رسم و آیین رعایت کنیم و مردم آگاه کنیم که ذخیره 2 ساله مواد غذایی حتما داشته باشیم. همان چیزایی که نگاه داشته می‌توانیم. پدر و مادران آدمان کلانسالا می‌دانند. من در راشقاله دیدم یک بانو یک نایه را هنرمند کرده ایستاده است. ولی از خانه‌اش سر کرده. دخترای خودش و فرزندای خودش. ما اینه برامونیم. و یاد بریم کووید 19 همه دولت‌ها خود را ایزولیاسیون کردن، محکم کردن. خرید و فروش از بین رفت. داد و گرفت نکردن. ماش داریم، زمینای تکراری در مکدان کارید، مکم نان است. کارتوش نانی دویم. یعنی زیاده روی نکنیم، دائما فرزندان را در همین روحیه تیار کنیم. 1 سال ما 35 ساله گیره. در تمام شهر نایا نماینده حکومت نیست، کمیسیا را از نو جانا کنیم. هر یک عائله درآیین. خانه و درش بینید. چند کس زندگی میکنن، در چه کار میکنن. جماعت ها اینجا بیوسته برای خود گیرین. دیگر که خانه و دری اگر یتیم داشته باشد، سرفرزند باشد، کم بیزاعت باشد، برای خود بگیرین. حساب میکنین چند تا یتیم است، چند نفر معیوب است، چند تا عائله کم بیزاعت است، چند عائله هست که سروان ندارد. تقسیم میکنین به نوبت. همه شاید 1 سال نمیشه. خانه و درش کدامش که چی روزگارش نمیرسد یا خانه و درش اساس کرده باشه جمع کردین، کمیسیون مبلغ بردین، خانه و درش درست کردین، زراندینش. سال دیگر نوبت دیگرش، سال دیگر نوبت. صاحب کارا هستن برای خودتون کنین، برای مردم کنین، برای چی نکنیم. یعنی هر یک عائله از تازگی، آزادگی به ترتیب در آوردن خانه در کاشانه خودش، نزد حولگیش، دیوالش، کوچهش، محلش سر کنید. 1 سال می شود. نتونستین از سال دیگر میکنن. نتونست اگر خانهش از نو کردنی باشد، مردم لایه کنین تین
بنابراین در 2 سال 3 سال خانه دری نقد سازند برای خودشان برای زندگی خودشان راحتی جانشان برای فرزندانشان برای چی ما ظاهر پرستی میکنیم بسیار برای چی کی میره دار میشه انا این کارا مردمی ما را معیوب کردگی است خرافات نکنید همش بی‌معنی است بیهوده است سواد کافی ندارند نه سواد دینی دارند بیشترش نه سواد دنیوی برای همین در یک جایگی نقشه کنیتون در 2 سال 3 سال در هر یک دهه کودکا بیرون از مؤسسه تا مکتبی نمونند مؤسسه های تعلیمی را خبر گیریم گاه و گوساله مانا بزرگ گوسفند را حساب میکنیم 10 تا برای همین سال گرفتیم خرسند میشیم 10 گوسفند جز بله اویله دا بسیار از لحاظ اقتصادی دستگیری میکنند لیکن یک بار فرزندم پرسیدن نکن سر لباسش شکمش مکتب رفتن در کار تعلیمش تربیهش از ما کی میراث میمونه فرزند چگونه فرزند بعدی سری ما در خد کوچمون چی در نوع فیض‌آباد نمایش کرده کارخانه را دیدم اومدم اساتو بعدم خیلی چتر کشته گفتن جناب یالی همینجا داره بعد در آمدم معیوبا 3 تا 2 دختری یابسم همین قدر زیبا هستن دیگه در کلیس کشتم بعد پرسیدم کلان با بلاغت رسیدگی شما چی شدید چی گپ است پدر دارن مادر دارن گفتن که جناب یالی پدرشون برفتگی است پرتافتگی اینا را مادرش هست فیرودش کرد من گفتم خاله جان گپ زنه فرزندای شما گفتن ها من برای چی این 3 نفر این خشنم گریه کرده وقتی گفتیم که ما خانونده که خیش تباری نزدیکه خویشاوندی کردن در کار نیست نزدیک که خون نزدیک می شود خون نزدیک شد بله ممکن سالیم برآمد این شکلا آدم برین لیکن از وی عالم و دانشمند و وی متخصصی وی نمی برای گفت که مادرم گفت پدرم کلان شدم گفت مکتب تمام کردم گفتن ما تو را گاهواره بخش کردگیم فلانچه را میتیم تز به شوهر همین قدر داد و فیغان کردم گوشم نکردم گفتم خودکشی کردم پدر و مادر هم آبروش میریزانم پسری امکی ما دادم 3 تا همین معیوب مرا پرتافته گفت من این مخلوقات قد چارت میکنم ترد سر داد بر رفت 16 سالای در روسیه است تمام من ماندم اینم 3 تا اینوالید پدر و مادرم مردن رفتن من یک عمر در عذاب من هر روز میسودم هر وقتی میبینم انمی را فراموش نکنین ای گوهر بخش ای همه چیزای کنه کراپات و مولگی است کی میدونه چی میشه کلان شود کودک بعد خون دورتر که باشد نسل فرزند سالی میشود مریض نمیشود میشود دانشمند میشود اگر با دورتر باشد با همون قدر مرحمت بر پنجکنتی بوستون ای پیشوا خوش آمدید با قلب صاف و بخزان ای پیشوا خوش آمدید شمع و چراغ ما شما صد برگ باغ ما شما با دست عمر زرفشان ای پیشوا خوش آمدید در رویتان باشد عیان فر و فتوح آریان بر ملک سخت باستان ای پیشوا خوش آمدید سلامت باشید سلامت سلام و درود سرشار از مهر و محبت و صمیمیت به اندازه نیسورتان باد پیشوای معظم ملت من نور محمد زاده رخشانه دانشجوی دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان
غالب جای اول در دور جمهوریوی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است و غالب چندین آزمون‌های دیگر از قبیل علم فروغ معرفت، معرفت حقوقی، آیین خودشناسی، کتابخوان بهترین ولایت صبح، داننده بهترین کتاب تاجیکان علامه باباجان غفورов، کلک سبز و آزمون بین المللی ناسا سپیس اپ و همچنین داننده 3 زبان خارجی، زبان روسی، انگلیسی و چینی می باشد. محترم پیشوای معظم ملت، شما احیاگر و تمدنساز تاریخ ملت هستید. تجلیل 5500 سالگی سرزم باستانی، احیای یادگاری پنجکنت قدیم و تحفه نمودن کتاب تاجیکان علامه باباجان غفورов به هر یک عائله تاجیک ما جوانان را وادار می سازد که باز هم بیشتر حالا با شاهنامه را میگیرید تا 35 سالگی. دو جلد است، دو جلد بگیرید. تشکر زیاد. باز هم بیشتر به تاریخ و فرهنگ ملت خود روی آوریم. از برنمودن آثار ابرمردان تاریخ ملت باعث آن گردید که ما جوانان نه تنها با آنها افتخار نماییم، بلکه شمع دانشی که آنها فروزان گردانیده بودند پاینده داریم. محترم جناب عالی، اعلان نمودن 20 ساله رشد فنهای دقیق، ریاضی و طبیعت شناسی باز یک تشبث دوراندیشانه شما بهر ما جوانان محسوب می‌یابد. زیرا آموزش این فنها کلید است برای کشادن راه به سوی علم و تکنیک، روابط بین المللی و معرفی ملت در عرصه جهانی. من از نام تمام جوانان سعادتمند ولایت سوخت منتداری صمیمانه خود را به شما پیشوای معظم ملت اظهار نموده وعده می‌دهیم که بهر باز هم گلگل شکوفایی این میهن بجان برابرمان تاجیکستان صاحب استقلال سهمگزار باشیم. کوه وطنم بوی گل تر دارد، هر سنگ وطن نموی مادر دارد. شکرانه کنیم که تاجیکستان عزیز مانند شما رهبر و سرور دارد. سلام یک جان تشکر دکتر عزیز. دانشجوی کورس چندم هستی؟ این زمان در کورس دوم دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان در فاکولته تاریخ و مناسبت‌های بین المللی به طریق رایگان تنها با بهای اعلی تحصیل را با موفقیت ادامه داده ایستادم. بعدا چی مقصد داری؟ در آینده می‌خواهم که همچون بانوی تاجیک، همچون سفیر تاجیکستان در سازمان ملل متحد و عموما در عرصه جهانی باشم. سلامت باشید. احسن. السلام علیکم محترم جناب عالی. و علیکم السلام. من سیفالدین رستموف افتخار از آن میکنم که سالهای 1969 سال 1971 من همراه شما در آموزشگاه کسب تکنیکی رقم 40 شهر کلین آباد در گروه ده که با اختصاص چلانگر اسب‌های برقی سنجش اتوماتیک آموزشگاه همون آموزگاه با همراه هم خط کرده بودیم. من امروز از تقدیر سرفراز هستم که شاید از گذشت 55 سال در دیدار صحبت شما محترم جناب عالی مشرف گردیدم. محترم جناب عالی، ما همسبقان از دوران تحصیل احساس میکردیم که با شما خداوند مهر محبت، صداقت و صمیمیت، پاکیزگی و راستقبلی، سخاوت و جوانمردی و بهترین خصلت‌های نیک انسانی را عطا نموده بود.
مهر شما از همان دوره تحصیل در قلب ما همسبقان جایگیر شده بود. با همین فضیلت‌های نیک و تشبث و اقدام‌های بزرگ شما امروز نه تنها عزیز و معتبر مردم تاجیکستان بلکه پیشوای و راهنمای تمام تاجیکستان گردیدید. ما همیشه از کوشش و تلاش‌های سازنده و آبادکارانه جانسپاری و فداکاری‌های شما در سمت احیا و پیشرفت تاجیکستان عزیزان استفاده باشیم. سلامت باشه. یک جهان تشکر. همین وطن سرجم کردید. روزهای بعد دیده بودیم سال 92 93 94. بوی جوی مولیان دارد وطن، بوی مهر و بوی نان دارد وطن، با فروغ پیشوا بالندگی زاستان تا آسمان دارد وطن. رودکی را باری دیگر زنده کرد، بو علی را باری دیگر زنده کرد، از زبان سروری ما فیض ریخت، شأن میهن را زینو پاینده کرد. ای خوشا از پنجکنتی باستان، از زمین شعر و از ملک سرود، 100 درفشان بر شما اخلاصی ما، 100 درفشان بر شما حمد و درود. هر کجای پیشوا ممپانی had از خودمش سبز شد، گل ریز شد. هر وجب خاکی وطن احیا گرفت، خاک میهن خاک نصرت خیز شد. تاجیکستان سرزمین امنیت، میهن فرهنگ و علم و ننگ و آر، سروری ما سروری صلح جهان. ملت ما با تو ماند پایدار، زنده باش ای پیشوای نیکبین. بحر امن و صلح در روی جهان، چون فری سینا مشو کم هیچگاه، مثل شیر رودکی پاینده ما با شما فخر بکنیم. پنجکند جهان شما دوست می‌دارد، تاجیکستان نه، روی زمین شما دوست می‌دارد. وقتی که در سازمان ملل برآمد میکنید آدما جانشان نثار میکنن که انا یک آدمی خوشروترین برآمدی کی باشد. بعد میگه آخه امام علی رحمانی بزرگ تاجیکا فخر کند که شما دارد. تاجیکا جانش فدا کند به شما، جان ما در شما فدا میکنیم. شاگرد تیار کو خدمت‌های سالهای طولانی کردی، ما بکن حالی هم جوان هستی، قوت دارین، وقت تیز میگذرد. مکتب خود داشته باشی. ما ملتی فرهنگی هستیم، ما ملتی تمدن آفر هستیم، تمدن ساز هستیم. میشناسن، امروز احترام میکنن، اعتراف میکنن. در کل دنیا 15 تا پیشنهاد تاجیکستان از منبرهای سازمان‌های نفوذ بین‌المللی آن قبول گردید، عملی شده ایستاده است. همچون تشبث تاجیکستان ما استقلالیت به چیزها به دست آوردیم، اینا همچون گهواره که چشم احیا کرده مونده کار، حفظ کرده مونده کار است. در یک جایگی یک نفری در کار بود که خودش قربان میکرد و ملت رو سرجم. یک جهان تشکر. به شما سلامتی، خانه آباد، تمام خوشی های زندگی. خدای تعالی هر آرزو امیدی نکه که در دل و نیت و قلبتان هست همه را نصیبتان گردانم. سلامت. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در دایره سفر کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت سوق